خیلی خوب. این آماده شد پی سی بی ما تقریبا. حالا این پی سی بی رو میخوام بندازیم داخل اسید. این آب گرم هست، یه مقدار رنگش تغییر کرده چون این ظرف اسید هم بوده، یه مقدار اسید از قبل مونده، یه مقدار رنگش تغییر. این اسیدی هست که ما اسید مدار چاپی که میخوایم داخل این بریزیم و اونم بریزیم داخلش. من نصف ظرف، حالا شاید کمتر یکم بیشتر میتونم بریزم، چشمی درصدی ندارم. ببینید این مقدار آب هست، اینم میذاریم داخلش، این باید کامل داخلش قوطه‌ور بشه و بعد اسید رو میریزیم داخلش. نکته ای که راجع به اسید هست این هست که خدمت رو عرض کنم، تحت هیچ شرایطی این اسید انقدر رد بدی میذاره رو هر جایی که بیفته، اثر خیلی ناجوری از خودش میذاره. این اسید میریزیم داخلش و بعد آب گرم باید باشه گفتم، و بعد خیلی آروم شروع میکنیم حرکت دادن برد مدارچاپی رو این شکل و هم به این شکل، یعنی خیلی آروم 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 اینو حرکت بدیم، هم به این شکل هم به این شکل، 5 بار 10 بار 20 بار به این شکل، 20 بار هم به این شکل. این مدت مثلا تقریبا 3-4 دقیقه اگه صبر کنید مس خورده میشه و اون بقیه میمونه. حالا من اجازه بدید که اینو انجام بدم، بعد ادامه کار میدیم. آروم و با حوصله این رو به همین شکل حرکت میدیم. ببینید لبه های این ظرف رو دقت کردین، اسید از قبل هیچ جوری ناپاک نمیشه. یا این پارچه رو دقت کنید، این پارچه ای هست که مثلا استفاده میکنم من به مخصوص این کار. بعد از اینکه حالا اینو خارج کردم میبینید که با یه پارچه باید خشکش کنم. این پارچه ای هست که دیگه ردش هیچ جوری نمیره، این رد این اسیده. خب یکم که دقت کنید از این کناره ها، مثلا کنار لبه های عباس که نوشتم به عنوان نشونه نگاه کنید، مس داره کم کم خورده میشه و کم کم داره اون برد ظاهر میشه، یعنی از کناره ها از کناره ها خورده میشه، خوردگی شروع میشه. خب همونجوری که داره نگاه میکنید ملاحظه میکنید کم کم داره خورده میشه و دیگه مس داره زیادی ازش نمیمونه. به همین شکل آروم و با حوصله ادامه میدیم. خب این تموم شد، این خورده شد و تموم شد. این رو در آوردیم، الان میشوریم و با یه سیم اسکاچ این سیاهی های روش رو میزنیم تا مس مشخص بشه. خب این شد کار نهایی ما، پی سی بی مون آماده است. حالا باید کار سوراخکاری رو انجام بدیم با مته های کمتر از 1 و با دستگاه درل مخصوص.